همراهان گرامی، وقتتون بخیر. سلام میکنم خدمت شما. در خدمت شما هستم با ویدیویی جدید و اینکه اطلاعاتی برای ریزش مو در خدمت شما برای شما ارائه میدم و اینکه 2 تا پست قبلی رو لایکاشو بیشتر کنین تا ما خوشحال‌تر بشیم. این ویدیو رو هم حتما لایکش کنین و سابسکرایب و زنگوله هم فراموش نشه. در خدمت شما هم با این مشاوره تخصصی. بریم سر اصل مطلب مستقیم واسه معرفی این 3 تا خفن. اونم اینه که این اولین قطره خوراکی سیلیس و زینک برای شرکت LM بیوتی ایرانه، برند LM بیوتی، شرکت ایمان. و این قطره رو هم ببینین عزیزان، اینجور خوشگل ردیف. داخل سیلیسه که مواد معدنیه و به اضافه زینک. من الان بروشور داخلشم براتون بخونم که از خواص سیلیس گفته برای مو، برای کلاژن سازی. کلاژن اصلی ترین پروتئین ساختاری بدنه که به صورت یک ساختار فیبری در بافت‌های بدن همچون ماهیچه و پوست مفاصل وجود داره که این قطره باعث تقویت این کلاژن سازی توی سلول های پوستی میشه. داخل این قطره سیلیس هم که هست و اینکه زینک هم گذاشته شده برای خواص این عنصر که به سلامت استخوان و ناخن خیلی کمک میکنه. فواید این قطره رو بهتون بگم: جلوگیری از پوکی استخوان، بهبود حرکت مفاصل، کمک به آرتروز، بهبود علائم آرتروز، درمانی که میدونیم نداره، کمک به بهبود مشکلات مربوط به استخوان، ترمیم استخوان شکسته، مؤثر در ترمیم عوارض مربوط به تاندون و رباط ها، کمک به بدن برای کاهش اثرات تغذیه ناسالم مانند نوشابه‌ای که میخوریم و غذاهای آماده‌ای که مصرف میشه به تعداد زیاد. عزیزان، امیدوارم تا الان خوشتون اومده باشه. لایک فراموش نشه و سابسکرایب. و گزینه هفتمش تحریک کلاژن سازی برای ایجاد بافت مایچی، کاهش خطوط ریز پوست، روشن شدن پوست، ضخامت بخشی به دارهای موی سر، افزایش سرعت رشد مو، افزایش استحکام ناخن، کمک به اثر بخشی بیشتر عمل زیبایی، مراقبتی مانند میکرولندینگ و میکرودرم و تزریق فیلر و کاشت مو. یعنی اونایی که کاشت مو انجام دادن یا چیزای دیگه برای رو پوستشون و موهاشون، اینا کمک مصرفی حتما دارن و اینم طریق مصرفش برای پوست، اگه برای ریزش مو استفاده بشه 5 قطره توی لیوان آب سرد. برای درد عضلات یا درد استخوان چیزی باشه این 10 قطره‌ای هر روز استفاده میشه. اوایل اینو 2 قطره شروع کنین، ادامه دار کنین تا به 10 قطره برسید. پس برای مو 5 قطره از این لازمه. منع مصرفش هم برای دوران بارداری شیردهی و کودکان زیر 4 سال. طبق همه مکمل‌های دیگه هم همینه، اینم مکمل همینه. بعد بیماران عزیز که بیماری خاص هم دارن با نظر پزشک باید حتما مصرف کنن اینو. گزینه بعدی برای ریزش مو این شامپو هاست، این 2 تا که توی پکش 5 تا از این شامپو ها هست، یه مدل، و 2 تا از این اسپری ها. داخل حموم استفاده میشه. اینم که از حموم اومدن بیرون، آبگیری مو که انجام شد، بعد از 10 دقیقه اینو اسپری میکنن به کف سر و ماساژ میدن برای قطع ریزش. گزینه سوم برای اونایی که فاز اینو هنوز نگفتم، نه، شامپوی اولین بگم براتون، شامپوی مناسب موهای دارای ریزش، ضمن تغذیه فولکول مو با ویتامین ضروریش به تارهای مو هم درخشندگی استحکام میده، از ریزش مو هم جلوگیری میکنه، موهای آسیب دیده هم ترمیم میکنه، شویندگیش هم در حد مناسبه. من اینو به افرادی داده بودم که 50 خورده سالشون بود و
جالبه که بدونیم من کنار خواص ضد ریزشی که این محصول داره و دادم به یکی از مشتریام، به چند نفر البته. اون یه نفر موهاشون سفید شده بود و این باعث شد به مرور بعد از 6 ماه سفیدی موهاش کم شده و رنگدونهای مو به مو برگشته و مشکی شده و اینم از خوبی های این شامپوی گرانقدره. بریم روی کمک درمانی به اونایی که ریزش موشون خیلی شدیده و اینکه فرقشون خیلی بالا رفته. کنار این دوتا محصول، این محصول هم حتما باید استفاده شه که شبها استفاده بشه، تا 4 ساعت بعدش نباید همون بره. استفادهش هم اینه که قطع چگونش رو پر میکنن و به پوست سرشون میمالن و ماساژ میدن. بعدش هم روغن آرگان حتما استفاده شه. خب این 3 تا عزیز برای اونایی هستن که ریزش موی شدید دارن. اینا برای ریزش موهای کمتر و این 3 تا ریزش موهای خیلی بالاتر. حتی اونایی که کاشت مو انجام دادن بعد اینکه دوره مراقبت 3 ماه 4 ماه بعد از عمل جراحی سپری شده، اینا رو میتونن استفاده کنن و از اون بانک مو و موهای جدیدی که کاشته دوباره بتونن محافظت به عمل بیارن. و یه توضیح دیگه هم بدم قبل از اینکه محصول جدیدمون بیاد برای تقویت ابرو و مژه، اینو من داده بودم به مشتری برای اینکه سینه ابروش خالی شده بود و همیشه با ماژیک و مداد پرش میکرد و واسش مهم بود خیلی که ریزشش قطع بشه. اینو داده بودم، 2 سری استفاده کرد و الحمدلله موهای ابروش هم در اومد. و عزیزان خوشحالم تا آخر ویدیو همراهیم کردین. لایک فراموشتون نشه، سابسکرایب و زنگولم ممنون میشم که زده بشه. با تشکر از همراهی شما و اینکه واسه سفارش میتونید شماره‌تون رو توی کامنت رو برای من بذارید تا من ارتباط بگیرم و براتون ارسال انجام بشه. با تشکر از همراهیتون.